ارسال میکنند. ملوانی ها برمیگردونند توی محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه قرار میگیره. توی صحنه رو ببینید، ارسال به داخل محوطه جریمه بود، اینجا دفع ناقص، برگشت توپ به داخل محوطه جریمه و اینجا داخل دروازه جای میگیره. زدن به صورتش. ببینیم در تصویر آهسته ارسال باسری رو به این صورت. نتونست روی توپ اثر بذاره. آیزیاری کار دنبال میشه، دلگادو روی زمین هست، بازیکنان استقلال خوزستان باسری اساس یه ارسال تند و تیز. جواد آقای پور محوطه پنجم. یه اشتباه، موقعیت خوبی میتونه شکل بگیره برای استقلال خوزستان. ضربه زده میشه، باز هم توپ در چارچوب نیست. حالا ارسال به روی دروازه و برمیگردونن مدافعین. باسری، خود باسری. حالا این استقلالی ها در بازی گذشته بهتر از مثل رفسنجان بوده. حالا بازیکن تیم استقلال آقای پور، فرصت هست برای باسری، خود باسری ضربه‌اش رو میزنه و باز هم بازیکن تیم استقلال و گل توی دروازه. حسین کاظم نشون میده آقای محمد رضا تارخ با نظر آقای راکی. آخرین فرصت برای بازیکنان هر دو تیم میشه گفت. ضربه ای که باسری زد همچنان موقعیت داره بازیکنان استقلال خوزستان. ضربه باسری، بازیکن سابق نفت آبادان، میرفت کار دست نفتی ها بده در ثانیه‌های پایانی نیم نخست. بازیکنی که از نفت آبادان به فوتبال کشورمون معرفی شد. فاخر توپش لو میره، فرصت برای بازیکنان استقلال خوزستان هست. ضربه ای که میزنه